راست. دنیا فرق بین دنیا و عاقبت هم صلح بدین. یه عده میگن آقا ایشون اهل دنیاست، اهل هر دوتا باشین، اهل دنیا باشین، اهل آخرت باشین و یه کاری بکنید که هر دو به علت اتصال به اون واحد هر دوش یکی میشه. اگر ما اون یک رو، اون الله رو آوردیم تو زندگیمون، خوردنتون چرا عبادت نباشه؟ انسانی که داره به سوی پروردگار حرکت میکنه همه کاراش عبادته. برای اینکه غایت الغایت انسان، غایات انسان که او شد یا غایت آمال العارفین، اون وقت میگن آقا برای چی غذا میخوری؟ برای اینکه برسم به او، برای اینکه بعداً باید بالاخره مرکب غذاشو باید بدم، علوفه‌شو باید بدم، غذا رو سوار باید بشیم. شما برای چی اینو میخوری؟ برای همین. برای چی نمیخوری؟ برای همین. برای چی منع میکنی؟ برای اینکه این الان نبایستی که این امکانات برش داده بشه. برای چی کمک میکنی؟ برای اینکه باید داده بشه. همش به خاطر خدا. وقتی به خاطر خدا شد، دنیا و آخرت میمونه، کار دنیوی و اخروی میمونه، کاراتو همه اخروی میشه. بیزینس برین سراغ تجارت، کسب، کار، کوشش، همه این کارها کار اخروی میشه. دو تا کار قائل نباشین که بگین کار اخروی کار دنیوی. نماز و روزه و نمیدونم حج و زکات و خیرات و اینها کار اخرویه، مثلا کامپیوتر و کسب و کار و معاش و خرید و زن و بچه و اینا کار. اینا اینجوری نیست. مؤمن یک پارچه است، یک پارچه میشه. مؤمن خانه‌داری و زنداری و بچه‌داری و ارچه و شوهرداری و همه ایناش هم عبادت میشه. چرا؟ به خاطر خداست. به خاطر اینکه اولا من یه تو رو در این میبینم، من این مرد رو باید بهش خدمت بکنم، برای اینکه بنده خدا هستم. خدا برای چی برای این داره خدمت کنه؟ برای اینکه اینجا این الان خلیفه نماینده او اینه، اینجا ما که دسترسی به اون نداریم اینجا.